کردند. امروز اولین دوره مسابقات همگانی تنیس روی میز استان زنجان همزمان با سراسر کشور در 2 رده سنی برگزار شد. نخستین دوره مسابقات تنیس روی میز جام سلامت در زنجان همزمان با سراسر کشور. این مسابقات که در 31 استان داره برگزار میشه، در بخش بانوان و آقایان داره برگزار میشه. استقبال خیلی خوبی از شهرستان‌ها داشتیم. ما برای اولین بار هستش که این مسابقات به صورت همگانی داره توی کشور برگزار میشه. این مسابقات در 2 رده سنی زیر 40 سال و بالای 40 سال برگزار شد. سطح مسابقات خیلی بالا بود. مسابقات تنیس روی میز بودش. مقام دوم کسب کرده. رده سنی زیر 40 سال بود. تقریبا 40 نفر بازیکن اومده بودن و 5 تا بازی کردن و رتبه سوم کسب کردن. مسابقات تنیس روی میز خواهران هم هفته آینده در زنجان برگزار میشه. جام سلامت بزرگترین رویداد همگانی در حال حاضر در کشوره. سعید حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.